با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. خبرهای بسیار امیدوار کننده‌ای در دنیای کریپتو در راه است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، پیش بینی می‌شود که رشد بازار کریپتو در سال آینده به طور قابل توجهی متفاوت از گذشته باشد. تجربه نشون داده که هر 4 سال یک بار، این بازار حداقل 3 تا 5 برابر بزرگتر میشه و احتمالاً در سال آینده این رشد حتی بیشتر از 5 برابر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که 4 سال پیش بسیاری از نهادهای مالی و دولتی نظرات مثبتی نسبت به بازار کریپتو نداشتند، اما حالا نه تنها نظراتشون تغییر کرده، بلکه به حمایت از این صنعت زیر چتر قوانین مالی نیز پرداختند. این تغییرات نشان دهنده جدیت و پایداری کریپتو در عرصه جهانی است. خبر دیگر این که شرکت‌های بزرگی مانند مسترکارت و پیپال قصد دارند از تکنولوژی بلاکچین استفاده کرده و توکن‌های خود را به بازار عرضه کنند. این یک قدم بزرگ به جلو برای اعتماد بیشتر به صنعت کریپتو است و نوید دهنده آینده‌ای روشن برای این حوزه خواهد بود. پس خود را برای سال آینده آماده کنید و با آگاهی و دانش کافی از این صنعت بهره برداری کنید. صنعت کریپتو اکنون بهترین فرصت را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است، چرا که 24 ساعت در روز و 7 روز هفته در دسترس شماست. در دراز مدت هیچ کسی در این بازار متضرر نشده است، بلکه خیلی از مردم به پولهای کلانی رسیده است. با شوق و انگیزه به این سفر هیجان‌انگیز بپیوندید. آینده کریپتو در دستان شماست.